من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه، در این جایی که خانه کعبه بنیاد شده است، اینجا هاجر و اسماعیل باقی ماند، در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار میگه حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر زن خود و فرزندش اسماعیل به مکه مکرمه آمد. شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که در پهلوی تو خواب است اسماعیل، این قربان کن در راه ما. حضرت میگوید از جای خود خیز. خیلی یک آدمی دهشت زده بیدار شد. معرخا هر خیل روایت ها میکنن که خیز یک چند اشتر قربانی کرد. و شاید این خواب من خواب رحمانی نباشد. باز شب خواب کرد. شب دویم باز امر شد ابراهیم از جایت خیز و اسماعیل را در راه خدا قربانی کن. روز دوم میگوید یک چند اشترهای فربه دیگر را باز قربانی کرد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما امر میکنیم اسماعیل در راه خدا قربانی کن. حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهل خود هاجر بفرمود سر و گیسوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه دو زلف عنبرینش بشو نیکو دروی نازنینش. شدی فارغ ز جعدی باف و گیسو بپوشانش لباسی رنگ و نیکو. به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزند من اسماعیل قدیما یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن، باید که مهمانی رویم. از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو آبازی در آن طهارت کند، شانه کن، لباسهای بهترینی او را بپوشان. هاجر میگوید از پی این کارها شد و میگوید به سوی هاجر گفت یک بند و یک کار دیگر هم در همون سمکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی میرفتی کار نداشتی، بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم، اگر قربانی بند نباشد، کار نباشد، کار برای من مشکل می شود. معرخان میگن هاجر درک یافت، در حال میگن اسماعیل فریاد زد. آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شوست تازه کرد. میگن تخمین 9 ساله بود، بعضی معرخان 13 هم میگویند. وقتی میگوید مادرش اسماعیل شوست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگه در کنار خودش کشید
و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمان خانه می روی، لیکن اینقدر می فهمم که از بدن تو، از گیسوهای تو بوی فراق می آید، بوی جدایی می آید. خلاص می گوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت و سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی می کنند. این حالت می گوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنند، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است. و ندانست که هاجرم آدمی مسلمان بودن، اونا هم خدا ترس بودن. آمد نزد هاجر، گو هاجر خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتونه، موی سفید میکند، جوان میکند، کمپیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتن در صورت من خودش را در آورده نمیتونه. آمد گفت هاجر میدانی که این نونهال باغی تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه دوستش برد. کجای؟ گفت دعوت داشتن. گفت نه. گفت او را گفت قربانگاه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد، او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد. گفت ابراهیم اسماعیل را دوست می‌دارد، چگونه پدر فرزندی خودش را قتل میکند؟ گویا هاجر گفت خداوند به ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگه نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، در حال میگوید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت قسم به عظمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد، گفت هاجرم تیار است، فرزندی و اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد رام می شود. بعضی جوانهای ما نمازخوان می شوند، پدرهاشون صد رام می شود. و این گونه مادر نبودند، این گونه پدر نبودند. مادرها امروز راضی هستند که دخترهاشون زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند، راضی هستند در هر یک توی رقص و بازی کنند، لیکن دخترشون سطر نداشته باشد، دخترشون نمازخوان نباشد. و 100 جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. دید ابلیس دید که هاجر مفتون او نمی شود، از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت خودش را میگه به صورت یک پیرمرد در آورد. همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خاک و خون آغشته میکنی. این مثل چراغ روشن است، گفت خاموشش میکنی. این مثل یک نونهال از پژمردش میکنی. میگه ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت مرا وسواس نکن، وسواسی تو در پیغمبرها تأثیر نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است، نخواد که خدای تو گو امر کند پدر را به کشتن فرزند داشت، نخواد که خدای تو امر کند برای ریختن خون ناحق. این خواب تو خواب شیطانی است.
گفت ای شیطان، گفت وقتی مرا در آتش می پرتافت نمرود که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل، من خدمت دارم لکن به تو ندارم، به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروردگار دارم. شیطان گفت سخن جبرائیل در او حالت در من تأثیر نکرد، در این حالت سخن تو در من تأثیر میکنه. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم، اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کند که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتش گفت همشه قربانی میکنم تا که پروردگار من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول بود. اسماعیل گفت میدانی این بابا تو را کجا میبرد؟ او کجا میبرد؟ نمیدانی؟ گفت میدانم خانه دوستش میبرد. گفت نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند. گفت چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد؟ گریز گفت از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وای بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا، کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کنی همون کل پدر کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس کی شد فرمان معبود، بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت معبود گفت، پروردگار امر کرد. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، چی کلمات گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهم 100 جان نمی ترسم ز یک جان. اگر با شرطی که امر پروردگار باشد، به عظمت پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم، من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبی، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر، چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود، که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار الشهدا، دشمنان اسلام اعلام کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند محمد کشته شد.
آمدن در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستن. محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ میگه دویده رفتن. وقتی در راه میگه یک جوان یک دختر دید، گفت حال محمد چگونه است؟ این جوان میگه این دختر را شناخت. و خواهر عزیز گفت در این جنگ گفت پدری تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم محمد چگونه است؟ خواهر عزیز گفت برادر رو در این جنگ کشته شد. میگوید کمی این زن میگوید یک غم یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد حالش چگونه است؟ گفت ای خواهر عزیز شوهرتم کشته شد. این زن میگوید وقتی که شنید پدر مرد قربانی شد در این جنگ، برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این سه حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه هست؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. و الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد است گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده می شد. وقتی از اسماعیل هم که ناامید شد چی گفت؟ گفت بسوی پدرش گفت بابا، گفت ابراهیم کدام پیری هست که برای من صحبت دارد مرا میگوید از پیش پدرت گریز. ابراهیم میگوید گفت اسماعیل گفت این سگ سیاه این شیطان است، این لعنت کرده شده از درگاه الهی هست، او را سنگ بزن. که امروز حاجی ها همون سنگی که میزنن این هم یکی از سنت های حضرت اسماعیل است که اونجا میگوید شیطان سنگ زد. وقتی که از اینها میگوید همه محروم که شد، دوام آیت ما و شما میخونیم فلما بلغ معه سعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگوید وقتی که این اسماعیل میگوید به قربانگاه که آورد، همون جایی که باید که اسماعیل قربانی کند، بس او اسماعیل گشت و گفت یا بنی ای فرزند من اینی ارى فی المنام انی اذبحک، من 3 شب پی هم خواب دیدم و امر پروردگارم هست که تو را در اینجا قربانی کنه. وقتی اسماعیل که از حقیقت حال که درکدار شد، تا این زمان حضرت اسماعیل درک نداشت، وقتی این خبر پدرش که شنید چه جواب عجیبی گفت که حتی مورخان میگویند که اگر هر یک ملائکه بالای گردن خود اگر یک گوسفندی را بالای زمین بیارن و همه اینها را اگر قربانی کنن با یک کلمه که اسماعیل گفت برابر نمی شود. چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم گفت پروردگار امر کرد که مرا قربانی کن. گفت برای پروردگارم امر کرد که تو را قربانی کنم. گفت پدر گفت در این امر پروردگار با سرعت باش، افعل انجام ده. گفت این قربانی را ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، مرا چنان فرزند میابی که در این فرمان پروردگارت صبر کننده هستم. انجام ده. گفت بعضی مفسران میگن برای چی حضرت اسماعیل پرسید؟ برای چی پرسید که ای اسماعیل من امر به قربانی تو شدم؟ میگه تا که ابراهیم فهمد که همون دعای کرده بود
رب هب لی من الصالحین، پروردگارا مرا فرزندی سالم و صالح ده. آیا همین فرزند همون فرزند باشد یا نه؟ که الحمدلله که همون فرزند بوده است. حضرت میگوید از دستمال خود کار را برآورد، بند را برآورد. حضرت اسماعیل مثل گوسفند در زمین خوابانید. وقتی خواست به قربانی آغاز کند، از اسماعیل پرسید فرزند من، گفت یگان وصیت داری؟ گفت پدرجان، گفت 3 وصیت دارم. گفت جان من، گفت خبر ده چی وصیت ها داری؟ گفت یکم وصیت من همین است که الحال، گفت وقتی به قربانی شروع میکنی دست و پای مرا مستحکم ببند. حضرت ابراهیم تعجب کرد، گفت آیا گفت در راه پروردگار جزع و فزع میکنی، داد و فریاد میزنی، ناراضگی خودت را بیان میکنی؟ گفت نه. گفت ابراهیم، گفت این 2 معنی دارد. یکم این که وقتی کار در این بدن ضعیف من میرسد، این بدن نازک من به اختیار دست میزند، پا میزند، شاید که این دست زدن من، پا زدن من علامتی بی صبری مرا در نزد پروردگار نشان دهد و خداوند مرا از دفتر صابران خط زند. و دوم معنیش این است که وقتی اگر من پا میزنم، دست میزنم، احترام شما پدر بزرگوار واجب است، شاید که از بدن من خون پرد و لباسهای تو را همه را خونالود کند. حضرت ابراهیم گریان شدند، قبول کردن وصیت اول فرزندشان. دوم وصیت چی داری؟ گفت جان من، گفت دوم وصیت همین است که وقتی که مرا ذبح میکنی چهره مرا، گفت به سوی خاک بمان. گفت آیا گفت راضی نیستی؟ گفت راضی هستم. اینم گفت ای ابراهیم 2 معنا دارد. یکم این که چهره من وقتی که در خون و خاک آغشته می شود، این خاک هایی که در پیشانی من می رسد، اینها در نزد پروردگار قدر دارد، قیمت دارد. بنده ای که در خاک اگر آغشته باشد، این گونه بنده ها را پروردگار دوست می دارد. از این خاطر دوست می دارم که در این حالت شاید که رحم پروردگار آید و برای من رحمت فرستد. و دوم این که وقتی تو کار میرانی و این چهره زیبای مرا وقتی تو میبینی، شاید که یک شفقت و محبت پدری تو در حرکت آید و این کارد از دست تو افتد و در این امر پروردگار تأخیر به وجود آید و تو در نزد پروردگارت گناهکار شوی. حضرت ابراهیم از این سخنهای فرزند میگه دلش ریش میشد. سوم گفت چی وصیت داری؟ سوم وصیتم همین است پدر، وقتی خانه می روی مادرم هاجر وقتی تو را تنها می بیند شاید از من پرسان کند، شاید پرسد که اسماعیل کجاست. اگر تو گویی که اسماعیل قربانی کردم، شاید وی داد زند، فریاد زند، تو وی را درست نگو، وی را از داد و واویلا من نکن، زیرا ابراهیم جدایی از فرزند خیلی کار مشکل است. فقط او را خاموش کن، فقط او را از نام من سلام بگو و بگو که هر بهاری که اگر یک گلی نو از زمین برآمدگی را که دید، اسماعیل یادش بیاید و در حق اسماعیل دعا کند. اینقدر گو وصیت من بهر تو دارم. فلما اسلم و تله للجبین، این زمان میگوید حضرت اسماعیل خوابانی در زمین. این یک باور که اینا یک حکمت هستند، در راه پروردگار تیار هستند
چی جان خودشان را نثار کنند، چی جان فرزندشان را نثار کنند. خداوند میگه فلما اسلم و تله للجبین، وقتی وی خوابانید و جبین او را در خاک وقتی که انداخت و کارد میگوید در گردن اسماعیل ما کارد برابری ماندن، میگوید معرخا میگوید خداوند پرده آسمان را بیراه کرد، تمام ملائک این حادثه را میدید، فیغان کشیدن، داد گفتن، پروردگارا گفتن نخواه بگذاری که پیغمبر را ذبح کند. همه میگوید به سوی پروردگارشان دعا کردن. لیکن اینجا حکمت دیگر بود که خداوند تا که خلیل بودن ابراهیم برای همه مردم آگاه کند که ابراهیم خلیل است، ابراهیم تیار است که چی جان خودش چی جان تمام فرزنداش در راه پروردگارش نثار کند. وقتی کارد میگه در گردن اسماعیل ماند، وقتی کارد که میکشید کارد نمیبرید، شفقت و مهر و محبت پدری البته جوش زد. ما و شما اگر یک کاردی کنده در گردن یک حیوان هم گذاریم، وقتی نبرد یک رحمی در وجود ما پیدا می شود که این حیوان عذاب کشیده ایستاده است. وقتی این کارد گذاشت میگوید تو گردن اسماعیل که نمیبرید، حضرت ابراهیم میگوید غضبناک شد و میگوید برداشت کارد و در بالا یک سنگ زد، سنگ دو نیز شد، گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم. حیران میشم در تو، گفت سنگ پاره میکنی گوشتی تیاره نمیبری. میگوید این کارچه میگوید با یک صدای با یک قدرت الهی به زبان آمد، گفته ابراهیم وقتی تو را در آتش نمرود پرتافتن چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت آخه اون زمان خداوند امر کرد یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش این ابراهیم وقتی در درون تو می افتد، ابراهیم مرا سلامت نگه بدار و یک خنک نگه بدار. آخر گفت الحال تو یک بار امر کردی بر من، امروز پرورد 70 بار شد که میگوید که گردن اسماعیل نبود. چگونه امر پروردگار من تأخیر کنم؟ چگونه امر پروردگار من نگیرم؟ این زمان چی شد بعد؟ و ندیناه ای ابراهیم، صدای شد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین. گفت کارد از گردن اسماعیل دور کن، کارد از گردن اسماعیل دور کن که تو خواب ده به حقیقت برآوردی. این خواب تو خواب حقانی بود، خواب رحمانی بود، تو تصدیق کردی، خواب تا تصدیق کردی، تو خلیلی تا در بین همه جهانیان نشان دادی. این زمان حضرت جبرائیل میگه در دستش یک کفش، یک قشقار که بعضی مفسران میگن قریب 40 سال بود که این در باغهای جنت میچرید. اینا میگه کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم آورد. وقتی میگه حضرت جبرائیل که این حالت که دید چی گفت؟ الله اکبر الله اکبر. لا، حضرت ابراهیم دوام داد لا اله الا الله والله اکبر. حضرت اسماعیل والله اکبر ولله الحمد. این کلمات ها از زبان حضرت جبرائیل، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میگه صادر شد. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. کسی اگر این کلمات در روز عید و سوی عیدگاه آمدن اگر تلفظ میکند، ثواب این 3 پیغمبر را، این ملائکه مقرب را خدا در نامه اعمالش کتابت میکند. انا از همان روز اعتبارا برای تمام مردم مسلمانی که دولت دارن، مال دارن، قربانی کردن واجب شد. اگر کدام شما دولتدار باشید، کدام شما اگر مالدار باشید، کدام شما اگر چه مال $1000 هم نداشته باشید، از او کمی هم که داشته باشید، یک میانه داشته باشید، از ثواب قربانی خدا را دور نکنید، قربانی کنید. انشاءالله پیغمبر خدا حدیث های فراوان دارد که هر کسی که در دنیا قربانی میکند،
این قربانی برای او در روز قیامت چیزی سواره می شود. در هر یک موی همون گوسفند قربانیتان خداوند در نامه اعمالتان ثواب می نویسد. موی قربانی را عددش هیچ کس نمی داند. اون شاید از میلیاردم دانه موی او زیاد باشد، خدا با عدد هر یک موی او در نامه اعمال شما خداوند ثواب می نویسد. لیکن کسانی که ندارند، کسانی که نادار هستند، شما به قربانی دست نزنید، بلکه شما در همون خانه هایی که دولتدارها مالدارها قربانی کردند رفته از قربانی آنها خورید و شفا هست در حق ایشان دعا.